اسپیکری که مشاهده کردین ساوند کور ریو نئو هستش. ما تنها چیزی که مشاهده کردیم غیر دادن شما بود. با اجازه و عذرخواهی از گروه سماژین، فرضات سما یعنی رقص، بله. ژین هم یعنی زندگی به کردی. اگر ازت شکایت کنن قطعا من با اونام. بچهای سماژین من عذرخواهی میکنم، واقعا رقص درسته کردم ولی رقص کردی و واقعیتش بلد نیستم. بله. من شرمنده‌تونم. اینم پیجشونه، میتونید رقص‌های کردی رو اونجا مشاهده کنید. بله. خب اینو با اجازه شما بچه‌ها ما آنباکس کنیم. دوباره من پرچم ساوند کور پرچم ساوند کور به احتزاز در بیارم. به احتزاز در بیارم. هر جوری فکر میکنم من نظرم یه نفری نمیتونی آنباکسش کنی. فعلی به نظرم اولش اطلاعاتش بذار یه نشونی بدم. این کارتونش رو اونوری کن. آفرین. آره این توضیحات رو فقط ببینید بچه‌ها چی هست. 50 وات خروجیشه. بله. عرض کنم به خدمت شما که بیسش قابل تنظیمه. 2 حالت بیس داره، میتونید تنظیم کنید که سافت و های باشه. 18 ساعت به شما برق میده. روی پاور با ولوم تقریبا وسط. ساوند کور اپ داره، یعنی میتونید اپش رو دانلود بکنید. اینو بگید هم گوگل داره، هم گوگل پلی و هم اپ استور. حالا توی این اپلیکیشنش تنظیمات بیشتری داره، چیز هم داره، پارتی گیم هم داره، یعنی شما میتونی از تو اپش یه سری بازی داره. این میتونی بازیای مثلا آهنگی داشته باشی باهاش. پاور آی کیو داره، هم شارژ اوت داره هم شارژ این، یعنی هم شارژ میکنه هم شارژ میگیره. شارژش هم پر بشه خودش قطع میکنه. واتر پروف تا آی پیش 7 این دستگاه، یعنی اگر کنار استخر باشه آب روش بریزه، مثلا دستتون بخوره ایشالله که تو اون لیوان آب باشه بریزه رو این، هیچیش نمیشه. پارتی کست رقص نور داره، رقص نورش قابل تنظیمه، میتونید رقص نورش رو تنظیم بکنید. بیس درایوینگ لایت با حالتی که چیز میکنه، با حالتی که بیس میزنه این نور چراغ هم خودش رو تنظیم میکنه. اکولایزرش سه حالت قابل تنظیمه. یه دسته هم داره روش که اینجوری بگیرید ببرید با خودتون طبیعت و صحرا. و در ادامه بچه‌ها شماره فنیش A3395 موجود روی وبسایتمون. برای سفارش هم میتونید از شماره تماس من تلگرام یا واتساپ. گارانتی هم داره. آره پیام بدید، گارانتی هم داره. ما بریم برای آنباکسش. باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. بریم برای باز کردنش. عجب چیزیه واقعا. خب این تا اینجا. بری این بتی اینجا تو این کابلش تایپ سی به چیزه؟ تایپ سی به تایپ ایه. آره. بتی اینجا تو پاساژ ما مغازه ها خیلی موزیک پخش میکنن. همه مغازه ها دونه دونه. خب بعد خیلی مزاحم فیلم برداری ما. اینو خریدم، این یه دونه رو خودم خریدم. برای مزاحمت برای اونا. میخوام بذارم اینجا مزاحمت ایجاد کنم. واقعا یه دفترچه ای چیزی چرا هست؟ دفترچه هست. این خودشو این فیلم های مثلا خفن بعدن نشون میده. ما اولش همه رو نشون دادیم دیگه. توش هیچی نیست. آره هیچی نداره. دفترچه های راهنما که طبق معمول همیشه ما ایرانی ها به درد میخوره. این هم از خودش. بریم سراغ کلیتاش. این دستش آره دسته خیلی خوب داره. خیلی جالبه. بتی سنگینه ها دستگاه، یعنی آره چیز آنچنانم والا بعدی آنچنانم سنگین نیست. نه منظورم از ببین اسپیکر باید سنگین باشه. بتی معلومه که مگنت خوبی توش به کار بردن. بعد اومده یه کار اینو نشون بده. یه ورودی آیوکس داره، تایپ سی خروجی برق هم گفتم داره، یعنی خودش پاور بانک هم میشه این دستگاه. آره. ببین اومده چی کار کرده. اومده محفظه رفلکس رو خب اینجوری کار کرده، یعنی اینجا محفظه رفلکس رو اینجوری دور تا دور کار کرده که پرتاب باد دوباره خود مگنت رو یه ذره هل بده جلو، میخوره به این از بغلا خارج بشه. خیلی رفلکس خوبی رو کار کرده. توضیح روش رو بده که خب اینم بگم این 2 تا دستگاه همزمان بهش وصل میشه. ما 2 تا دستگاه همزمان وصل کردیم. 2 تا رو وصل. آره شاید تا 3 تا هم وصل بشه. نمیدونم. که کلید بلوتوثشه برای اینکه بلوتوث رو باهاش پی کنید. کلید روشن خاموش اینجا درصد شارژ رو به شما نشون میده که دستگاه چند درصد شارژ داره. 2 حالت بیس داره، کم و زیاد میشه بیسش. اینم نورشه که نور کم و زیاد میکنه. این مال خود اپشه که تو اپ شما کاری انجام بدی اینجا سینک میشه. این برای اینه که به اسپیکرهای دیگه وصلش کنید هم مدل خودش. رقص نورش هم که اینجا تنظیم شه. روشنش کنید. یه صدای باحالی میده. میکروفون تو بر جلو.
بله. این هم از روشن تکنولوژی در کردنش. دست شماست. بله این هم از این. الان وصل شد به گوشی من. وصل شد. بله یه بار دیگه. خب پایینش هم من نشون بدم فرزاد. اینم از پایینش بخش مشخصاتش پایینیش. نوشت و پای هولدر نگه دارندشه. بذار رو میز یه دقیقه جنس لطفاً. اورجینال. خداییش خداییش نورش. حتی اینا هم خودش روشن میشه. این کلیدام لایت داره، روشن میشه. این حالتهای هم خوشگل. چیزش عوض میشه اینجوری، با این حالتهای رقص نورش عوض میشه. حالا خودش بیس بزنه هم نور رو کم و زیاد میکنه. خب بچه این هم روی وبسایت موجوده و همین که شما میتونید از شماره تماس من که اینجا نوشته شده ثبت سفارش کنید. در ادامه بازی کوچولو دیگه آهنگ دیگه براتون میذاریم. ما هر آهنگی گذاشتیم از هایده بگیر حسن زیرک بگیره همه رو اینستاگرام پاک کرد. نمیدونیم چیکار کنیم برای آهنگ. واقعا میخوای خودت یه دهم بخون واقعا گیر افتادیم برای موزیک. هر چی گذاشتیم اینستاگرام پاکش کرد متاسفانه. حالا یه موزیک میذاریم. یه موزیک میذاریم یا همونو. خب میریم سراغ رحیم شهریاری. شما حسن زیرک دارید، ما هم رحیم شهریاری داریم. الان رحیم شهریاری میذارم. بریم تست کنیم دوباره. آی ویسی میکروفون رو من از دوربین خارج کردم، الان میکروفون نداریم. من چرا داد میزنم؟ منم هیچی آره. الان صدای واقعی محیطش رو میخوایم بگیریم با این عشق و حال کنم. وای بریم. بذار من از کم شروع کنم. این الان کمه. خب 2 لول اومدم بالا. میکس تر. البته این اجرای زنده است و ماجرای کپی رایت دیگه. همون تنها بیا جلو دوره. تنها موزیکی بود که کپی رایت روش نبود. یه چاره‌ای نداشتیم فعلا. آره. ولی من خودم به شخص این تضمین رو به شما میدم که این کیفیتش واقعاً درسته. اصلا از این بند مشخص خودش خیلی خوشگله بنده. ببین نظر من اینه، من خب تو زمینه اسپیکر فعالیت کردم قبلا. اسپیکر باند نباید جیغ بزنه، نباید خرخر بکنه. اسپیکر باید یه صدای تمیز و تفکیک شده به شما بده. یعنی صدای خواننده تریبلت سر جاش باشه، بیسش سر جاش، همه چی سر جاش. این همه چی سر جاشه. ببین این بیسو داره، تریبلو داره، این کوچولو هم این گوشه برای شما صدای خواننده رو پخش میکنه. ببین این یه چیزی مجموعه خوب و کامله، یعنی پرفکت. منو میگیری خریدید مبارکتون باشه.